طرف گرم ای سلام رسید پیش در منی کار مستری و پلمبری و چطوری تر واقع آماده که تو علی امده بله زیردی پراتا نه یه پیش که بود کار پلمبری و مستری بود گالی کار پلمبری هم نیه کارای مستری هم نیه برای سهل نیه از مجبوری مثلا ندمی حسابی کار پراتاش کنم نمو اصل اونر از موقع مثلا این کارای پلمبری و بنایی هم هیچ نه نه خب حالا پراتا دانه چنده اینجا باز عرض سلام دوستای عزیز امیدوارم که تمامشون جور و صحتمند باشین انشالله امروز این طرف چوک علی‌آباد رای بدم که گریڈی همین نوش کدوم دیگه بری توخ کنی که چیز داره نداره دیگه با اسخانه رای داد که برو کوچه بیرو سنال اینجا دم بله روی از ما که است اینجا داره ریڈی از دور که معلوم میشه پراٹھا والا ہے بوری دیگه که دیگه چیز جور منه دیگه زور تو خیلی است السلام علیکم آقا داود. و علیکم السلام سید نصر الله و شکر جان بزرگ سلامت سرحالی الحمدلله خدا را شکر الحمدلله چیز تیار نه آقا داود؟ آملیت پراٹھا تایدم لالا جان آملیت پراٹھا اردویشه؟ بله بله خب بسیار عالی از که اعتبال در اینجا هستی؟ موید خبر نداره؟ بعد از دیدم این شروع بودم دیگه توکلش به خدا دیگه خب پراٹھا مخرانم مخرا چرا نمخرا یعنی دیگه بسم الله دیگه یعنی آقا داود دمست تازه پراٹھا پخته که داره یه از مزهش مردم خبر نداره زیادتر اما یک خبر فهمیدی که تیرش ما چرخ میکنم خب نوشی جانی خریدارش خوبه انشالله ما امروز یک تست کنی که تو خیلی که تو انشالله دیگه مزه شی با مزه آملیت پراٹھا بدیم که دیگه کیف انشالله بسیار عالی چند وقت میشه که ایده شروع ده بخیر؟ بعد از عید روزه بود دیگه بعد از عید روزه دیگه بسیار خوب دوستای عزیز اینی هم که است آقا داود در سر چوک علی‌آباد ریڈی پراٹھا است بسیار خوش تعریف نه دیگه یعنی که بخوری تو خیلی چطور مزه میده نمیده آملیت پراٹھا بسیار زبردست دیگه انشالله ما امروز مزه کنم پیش شما دوستا بیلم چطور است دیگه لوکیشن از دیگه است دیگه این سر چوک علی‌آباد دیگه بالکل روی چوک علی‌آباد استاد شده اینی هم چوک علی‌آباد یم ریڈی ازیه اینی هم که است اصغری استیشنری بالکل تای اصغری استیشنری اینمیش پالیش استاده دوستای عزیز اینی هم که است از طرف شجاع آباد ماره فوتبال گراوند شجاع آباد این طرفه دیگه اینی هم سر چوک علی‌آباد بالکل ادرس خیلی آسانه امی سر چوک علی‌آباد دیگه اینی هم که است آقا داود دیگه بسیار زبردست لچی پراٹھا پختانه دیگه خوب بخی خوبه آقا داود است پرسان کنم که دانه چند است دانه آملیت چند پراٹھش چند آملیت هم 50 روپیه پراٹھا هم 50 خوب دوستا که از پیش آمده از ما پیش آمده خورده چطوره تعریفات چی از تعریف هم مونه بس هر روز خوب بسیار خوب این را صبحش هم دهیم زولای خزوال تیار کده میل دیگه زولای ما ساعتی 4 صبح بالوشون
خب زوله منو 2 دفعه باید زوله شنم اوکی اول منو طول کده زوله نم میلوم بس لیلان منو ای دوباره زوله مشه خاطر دیگه این لچی باینه این تشویه جایی صحیح اون ده پراتش هم معلوم میشه دوستای عزیز دیگه بسیار عالی یعنی هم کسی دمسا تخته که داره یه این کمه بسیار میتر با مزایه دوستای عزیز دیگه لچی پراتا خیلی مشکل جرگدان چی دوستای عزیز این تعریفات خودی آقا داوود دیگه کنالی گفته رایه که لچی پراتا جرگدویشی کم سخت است اینا دیگه خیلی در زحمت یاد گرفته دیگه اینال از خودش پرسان کنی خواه خیلی در زحمت زیاد پخته میشه دیگه زحمت از چی لیا زحمت داره؟ از نگاه زوله زحمت داره از 2 دفعه باید زوله شنه خوب سعی لیلن زده شنه اول چی خواه از دو بعدی زوله میشه نه؟ خوب دوستا عزیز موضوع چیزایشی هم خبر نداشتی از این پیش دیگه این که است اول فیزی که است یار چی شرخته میشه بعد از او که است این زوله میشه زوله شد لیلن زده میشه لیلن که شد از باچی باز یک بار دیگه آپس زوله میشه زوله که شد یک باز گرفته میره برای دوستای عزیز یعنی اینجی پختنه دوستای عزیز بخوره از لذت ببره انشالله یعنی پراته خاطی آملیت هم شروع کرده بسیار عالی آملیت میگه تیار منم دیگه نیم روز بخوری دیگه چطور آملیت دوستای عزیز اینم پیش روی خودم دمسا تیار شده رایه شما هم دیگه لایف میگرنین یعنی بسیار زبردست طریقه پختنه دوستای عزیز از یاد چیم نره یعنی میره دیگه صبح تیم باید دیگه یک مزیش کنین که آقا داود چطور پراتا پختنه چطور آملوت پختنه آقا داود یک چیز دیگه است تو پرسان کنم که ساعت چند مای تا ساعت چند اینجا هسته از ساعتی 6 اینا پاو که مفتم اینجا میرسم تا ترمای داینیم 11 باز روزان که 12 رم هست باقی همین مثلا پراتی خلاصنگم نمارم که این تعلق به مشتری های عزیز داره که باید زودتر بخوره زودتر فارغ میشن بسیار بسیار عالی دنگه دوستای عزیز از ما بگی که پراتا دانه چند است؟ دانه 50 روپیه نگه پراتا دانه 50 روپیه؟ 50 روپیه پراتا آملیت هم دانه 50 روپیه خواه البته تخم اصلی هم هست فارمیش هم هست گیرم خواه تخم اصلیش را چند مگی فارمی ولایش چند مگی؟ حالا چندانی فرقی خاص نداره خب؟ خواه یک 5 روپیه تا اول است مثلا آردوش ما 10 روپیه خواه بسیار عالی تا که مشتری های عزیز جذب کنید خود خواه اینی هم که است پاپڑ والا رفیق ما دیگه خوبی بخیر جان جور سلامتی الله احوال خوبه خیرت داره چطور هستی دستبای گاه چطوری طرفا برشده بخیر لیری نگرفتی؟ نه لیری هست و نه لیری پاپڑ ازی استاد عزیز ای که است بیچاره دمزی وقتا که است پایش اوگار شده این سر تیاغ را موره حال یک دونه همکار گرفته بل دیخ ریڈی زور پیش
پیشتر بردک ده خداوند شفا بده انشالله ما دعا برایت دوستای عزیز یک دونه پاپا والا رفیقم بودی بیچاره را که گفت نه آدینگه ده کشیر خم خطا کرد دیگه ای از پایه اوگار شده نه شما نشان بدم دوستای عزیز از این پیش که بوده که آقا داود بین کار مستریگری بوده که کار پلمبری بوده که از این پرسان کنی چطوری در طرف از این کار پراٹھا و از این چیزا آمده آقا داود از این پیش در منی کار مستری و پلمبری بود چطوری تر واقع آمده که تو علی عمده بله زیر پراٹھا کار پلمبری و مستری بوده گالی کار پلمبری هم کارای مستری هم برای سهل نیست مجبوری مثلا ندم نمیدمی حسابی کار پراٹھاش کنم نمو اصل هنر از ما کسته مثلا این کارای پلمبری و بنایی همی چیزه نه خب آقا پراٹھا دانه چنده اینجا اینه دیگه جایزیم کسته نه لو کشته والا ما دیگه از این خیلی تا ما اینمیز تا خلاص نشده دیگه اینمیز استاده اینه